السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. انشالله که همه‌تون دور و صحتمند باشید و در کنار فامیل هایتان به سر ببرین در راحتی و آرامش. درس امروز ما درباره سوره کافرون می باشد که یکی از سوره های مکی است که 109مین سوره قرآن کریم می باشد و همچنین هر تفسیری که ما برایتون میگیم از 28 تفسیر دیگر گرفته شده که مشمول مسائل فکری، علمی و ساینسی می باشد. همین شود مخصوصا مناظره همراه با الله ناباوران است و فکری، یعنی هر سوره که ما میخوانیم تفسیر آن را باید فکر کنیم، دربارهش تعقل و تدبر بکنیم که این آیه درباره چیست و ما چی میخواید از ما، چی میخواید که بکنیم و همچنین مثالاش که مطال کفار زده اون مثال ها را به ما عبرت شود. چطور بهشت را صاحب شویم، چطور با خدا ناباوران بحث کنیم، چطور به کسایی که میگوید عیسوی هستن و عیسی علیه السلام را پسر الله میدانند، چطور با آنها بحث کنیم و چطور با توسط امی تفسیرها خود ما را، خانواده ما را، اولادهای ما را، خانم و شوهر ما را چی کنیم؟ تربیه بکنیم. کدام عقیده را میخوانیم در هر سوره، این هم مهم است. در بعضی سوره ها عقیده توحیدی می باشد، در بعضی سوره ها عقیده می باشد که اونجا قدم به کتاب های آسمانی عقیده کنیم، در بعضی سوره ها می باشد که عقیده برای پیامبران می باشد. در هر سوره عقاید فرق میکنه، اما جمع بندی از تمامش عقیده توحیدی می باشد. در نخست ما سبب نزول و شأن نزول سوره کافرون را میگوییم. وقتی که کفار دیدن پیامبر صلی الله علیه و کفار را دعوت میکنند بدون عقب نشینی، یعنی بسیار با شجاعت بلند مسلمانان در این راه قدم برداشتن و هیچ پس هم نمیشد. اگر مسلمانان را تهدید کردن، اگر مسلمانان قتل کردن، هر کار که کردن خلاصه نتونستن که جلو پیامبر صلی الله علیه و را بگیرن. پس چی شد که اولین شهید اسلام در همین وقت شد که بی سمیه بود که شهید اول اسلام بود. بعد از این کفار یک پیشنهاد جدید به پیامبر صلی الله علیه و دادن. گفتن پس وقتی که شما هیچ عقب نشینی نمی کنین، از شما هم قتل میشه، از ما هم قتل میشه، پس از این کرده خوبتر است که یک پیشنهاد جدید بکنیم. پیشنهاد جدیدشون این بود که 1 سال، گفت که ما 1 سال دین شما را میپذیریم، شما 1 سال دین ما را بپذیرین. 1 سال یا 6 ماه ما احکامات اسلام عملی میکنیم، 1 سال یا 6 ماه شما احکام و حکومت یهودی ما را بکنین. خلاصه این که 1 سال مسلمان باشی، 1 سال دیگه یهودی باشی. بعد از او سوره کافرون نازل شد و در همین زمان هم کسانی هستند که در اروپا هستن، یعنی محفل مذهبی، مثلا میگویند که ما در محفل مذهبی کفار شرکت میکنیم، آنها میگویند در تراویح مسلمان ها شرکت میکنن. ما برای کفار تبریکی چی را میگوییم، کریسمس ها میگوییم، آنها برای ما عید تبریک میگویند. یعنی یک قسم میکنن که فکر میکنن که این کارشان درست است، اما این کارشان اشتباه محض میباشد که امی کارشان مثل امو کسایی نه است که با پیامبر صلی الله علیه و امو یهودی هایی است که با پیامبر صلی الله علیه و گفته بود که 1 سال مسلمان باشیم، 1 سال یهودی باشیم. و عذاب های همشان در این سوره یاد شده است. سوره کافرون همه این سخن ها را رد میکند. یعنی هیچ وقت یک چیز یهودی یا عیسوی را قبول نباید بکنیم. یا مثلا یک پسر میگفت، یک دختر امرایش آشنا شده بود، گفته بود که من این دختر به دین اسلام دعوت میکنم، اول امرایزی میباشم بعد از این به دین اسلام دعوت میکنم، اما این کار ازی حرام است، چون نمیتونه یک پسر نامحرم یا دختر نامحرم یک جای باشه. بس بختر از می ایت نیاز نیست که تو دختر رهنمود شوی، برو یک خواهرت یا یک دختر دیگر بو کوره دعوت بکنه. لزومیت نداره که تو این کار بکنی. اگر تو این کار کنی بجای ثواب دو تن در گناه شریک میشین. یا یکی مثلا میگه که من امروز تو تهجد میخوانم، تو بیا امروز من چرس بزن. این کارش اشتباه است. یعنی تو نیاز نیست که تو بیای امروز من نماز بخونی تا من که چرس بزنم امروز تو. وقتی رزی که حدیث آمده است پیامبر صلی الله علیه و آله که میگوید کل مسکرات حرام، همه دخانیات حرام است، حتی کوچکترین دخانیات که سیگارت می باشه و یا قیلون یا هر کدامش که می باشه دود ایجاد کنه حرام است، نشه بکنه انسان حرام است، هیچ ضرورت به این کار نیست.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. قل بگو یا ایها، ای کافرون، کافران. الله متعال به پیامبر گفت بگو ای پیامبر برای کافران، لا اعبدو، من عبادت نمی کنم، ما تعبدون، آنچه را که شما عبادت میکنین. یعنی در این میگه جوابشان قطع نداد الله متعال، یعنی هیچ ضرورت نیست که من عبادت کنم پروردگار شما و احکامات شما را. یعنی همه امت رسول الله در رسول الله صلی الله علیه و من گفتن، اما اینجا منش یعنی تمام امت، چون ما هم پیرو رسول الله صلی الله علیه و سلم هستیم. همچون که در آیت سوره حشر آیت 7 می آید و ما اتاکم رسول فخذوه و ما نهاکم عنه فانتهوا. چیزی که رسول الله برای ما گفته همان را میپذیریم، در مناظره های خود به کار میبریم، فقط مثال های رسول الله صلی الله علیه و حتی از صحابه را هم نمیگیریم کار، و هر چیزی که از رسول الله با ما رسیده او را میگیریم، چیزی که نرسیده او را در جاش میمانیم. ولا و نه انتم شما عابدون عبادت کنندگان، ما اعبد آنچه را که من میپرستم، یعنی شما هم عبادت نکنین چیزی که ما میپرستیم. ولا و نه انا من عابدون عبادت میکنم، ما عبدتم آنچه را شما عبادت میکنین. یعنی در اولش گفت که نه احکامات شما را میپذیریم نه احکامات ما را بپذیرین، بعدش گفت که نه شما عبادت کنین پروردگار من را، نه من عبادت میکنم پروردگار شما را. خلاصه دیگه جواب داد کافرها را. ولا انتم و نه شما عبیدون عبادت کنندگان، ما اعبد آنچه من عبادت میکنم. چندین بار گفته، یعنی تاکید کرد که هیچ وقت من پروردگار شما را عبادت نمی کنم. لکم برای شما دینکم، دین شما، ولی دین و برای من دین من، یعنی دینت به خودت و دین من به خودم هست. صدق الله العلی العظیم.